امروز اولین یکشنبه که شومینه رو روشن کردیم. این ایده رو به ما داد که میرزا قاسمی درست کنیم که بادمجون و گوجه‌ش همون تو کباب کنیم. حالا بریم برای این که میرزا قاسمی رو درست کنیم. برای میرزا قاسمی بادمجون لازم داریم، گوجه لازم داریم، سیر فراوون لازم داریم. این سیر رو دیروز ما از شنبه بازار گرفتیم. سیر فرانسویه که میگن یکی از بهترین سیرهای دنیاست. تخم مرغ لازم داریم، روغن، نمک و فلفل، کمی رب برای رنگش چون گوجه فکر کنم رنگ خوبی نمیده، و زردچوبه. حالا بریم برای اینکه این بادمجونا و 2 تا از گوجه ها رو کبابی کنیم تو شومینه. گوجه‌هاش آماده شده ولی اینا رو باید برگردونیم یه دور دیگه. این طرفش هم که بشه. گوجه ها رو پوستش رو کندیم، 2 تاشون خامن، این 2 تا کبابی هن. خوردشون میکنیم تا اضافه کنیم به بادمجون ها. کبابی شدن. گوجه رو میذاریم تا یکم آبش کشیده بشه که بعد بهش ادویه و رب و روغن رو اضافه کنیم. پوست بادمجونا رو گرفتیم. حالا میریم برای اینکه خوردشون کنیم، ساتوریشون کنیم. یکم روغن میریزیم توش، کمی زردچوبه، نمک. الان همه میگن نمک زیاد ولی بسش. یک 2 تا قاشق غذاخوری سرخالیه. من همش رو میریزم چون دوست دارم خوش‌رنگ بشه. حالا بادمجونا رو اضافه میکنیم بهش. بذاریم یکم با هم دیگه بپزن. میریم سراغ این که سیرش رو درست کنیم.
حالا برای اینکه سیر رو تفت بدیم رفتم چیزی سیری یکم زردچوبه اضافه میکنیم. چشم داره میسوزه از تندی این سیره. حالا 2 تا تخم مرغ رو برای توش با سیر مخلوط میکنیم. کوچولو نمک هم میزنیم. سیر تخم مرغ رو اضافه میکنیم بهش. چه خوشمزه. اینم از میز آقاسمی امروز ما. خیلی خوشگل و خوش عطر و بو شده. نوش جان.